استاد درباره روزه عرفه گفتین. دین هم در چند کامنت ها پرسیده بودم که زنی که در همین روز به بیماری زنانه گرفتار کدام عملها را کنه که همین ثواب محروم نمانه. بله، زنهایی که بیماری ماهانه دارن اونا معذور هستند. اونا میتوانند دعا کنند و ذکر کنند. پیامبر علیه السلام فرمودند که خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. حتی بعض علما از دعای شب قدر دیده هم دعای روز عرفه را به بالاتر گذاشتند، یعنی تیزتر قبول میشد. یعنی روز عرفه باید زنهایی که نماز خوانده نمیتونن، اصلی نماز دعا هست. الصلاه یعنی نمازی که ما به زبان تاجیکی نماز میگوییم به زبان عربی صلات هست. صلات در لغت عرب به معنای دعا هست. یعنی مضمون نماز دعا هست. برای چی؟ برای اینکه در اکثریت رکنها ما از الله تعالی طلب میکنیم، یا طلبی مسئلت، دعای مسئلت، یا دعای عبادت. یعنی طلب دو خیل میشه. یک خیلش دعای مباشرتا از الله تعالی میپرسید. مثلا میگه که ای الله گناه مرا بخش، در اینجا شما پرسیدید. لیکن وقتی که سبحان الله گفتید یا الله اکبر گفتید، معناش چی است؟ الله پاک است، الله بزرگ است، حمد به الله گفتید، هیچی طلب نکردید، الله تعالی ستایش گسترید. یعنی که شما با این عبادتتان میخواهید الله تعالی را نزدیک شوید تا اینکه وی خواهش شما را اجرا کند. اگرچه طلب نکردید، بعضی دعاها بی طلب شده است. مثلا دعای حضرت ایوب ببینید، 18 سال بیمار شدن، اللهم اشفینی گفتن، ای الله به من شفاتی گفتن، نه ربی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین گفتن، ای الله به من ضرر رسید گفتن و تو مهربان ترین مهربان ها، تمام همه قدر. یا دعای حضرت یونس در شکم ماهی، یا الله من از شکم ماهی نجات ده گفتن، نه لا اله الا انت، غیری تو دیگر معبودی بر حق نیست. غیری تو واقعا خدای حقیقی در همین لحظه ها معلوم. در قعر اقیانوس نه رزویدکه های دولت های ابرقدرت با خبر است از این حادثه، نه هیچی با خبر نیست. اگر با خبر شده هیچ کار کردن نمیتوند. لا اله الا انت، غیری تو دیگر معبودی بر حق نیست. خدای حقیقی که از عهده کار میبرد این واقعا تویی. سبحانک، تو از تمام، مثلا ای من نمیتونم، ای من خواب کردم، ای من قدرت هم نه، ما حالا یه خیلی چیزایی نداریم، این چی حسای ما ضعیف است. لا اله الا انت، سبحانک، تو پاک هستی از ناعهده برایی، از کم قوتی، از نافهمی. سبحانک، تو پاک هستی. اینی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها گشتم چون که گناه کردم، از اطاعت الله تعالی بیرون برم. الله تعالی نجات داد. ببینید در همینجا صیغه های طلب نیست. نمازم وقتی که الحمدلله رب العالمین میگوید صیغه طلبش نیست. الرحمن الرحیم میگوید صیغه طلب نیست. مالک یوم الدین صیغه طلب نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین صیغه طلب نیست. اهدنا الصراط المستقیم صیغه طلب است. مثلا از این رکن به این رکن وقتی انتقال می‌یابیم الله اکبر میگیم، چی طلب کرد سرگمونه. لیکن مضمون خلاصش لسانی مقال نیو، لسانی حال ما امیدوار هستیم از رحمت الله تعالی و از عذابش پناه میطلبیم. یعنی این هم دعا هست. بنابراین معنای نماز این دعا هست و زنها میتوند اون روزها دعا کنند. بهترین دعا دعای روزی عرفه است و بهترین دعایی که من هم بسیار دعاها کردند، لیکن در بین دعاهایشان بهترین دعاهایی که من کردم و پیشین پیغمبرها کردند، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر. این هم صیغه طلبش نیست. غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. وحده لا شریک له، الله تعالی یگانه شریک ندارد. ملک از آن الله است. حمد و ستایش همش سزاوارش الله است. و هو علی کل شیء قدیر.
و الله تعالی به همه کار قادر است. نیست یگان چیز طلب نکردیم، لیکن این دعا هست و این بهترین دعا هست. گفتم یعنی در دنیا می شود گفت بهترین دعا، چون که بهترین دعا دعای روز عرفه هست و بهترین دعایی که من و پیشینه پیغمبر ها کردن این همین دعا هست. و برای این طهارت شرط نیست، یعنی زنها میتونن همین دعا را گویند و این چونین مثلا 1000 بار گفتید یا 1 ساعت ذکری لا اله الا الله وحده لا شریک له گفتید، یا 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه دعا کنید دست برداشته باز به این کلمه بر این کلمه میتونید راهگردان، یعنی اون کارتون باشدم کردم میگیرید. یعنی اونایی که روزه نمیدارن زنها نماز خونده نمیتونن در اون روز به ذکر و دعا مشغول شد. صدقه انشاءالله معذور اگر مثلا همون روز در قرارت قلبتان میدونید که اگر همین روز بیماری نمیداشتید روزه میداشتید الله اجرش میدهد، چون که حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کدام آدمی که در ایام صحت بودنش یا مقیم بودنش بعضی عملها رو اجرا میکرد وقتی بیمار شد از سبب بیماری همون عمل اگر اجرا کرده نتواند الله تعالی اجرش رو میدهد. الله کریم است. بله، بنابراین در روزهای صحت آدم باید عملهای صالح رو بسیار کند تا اینکه در روزهای معذور بودنش ناکرده اجر و ثواب گیرید. همیشه به نیتی نیکم شرط، همیشه در قرارت قلبتان نیتتان باشد که همین خیل موسم‌های خیر به طاعت و عبادت و طبق سنت طبق دستور شریعت میگذارانم گفته نیت داشته باشید و همه وقت همین کار عادتا میکرده باشید. در صورت معذور بودنتان الله تعالی اجر میدهد. الله اعلم.